تأسفه که توی کشور ما حتی یه ذره هم واسه حرف دانش آموزا اهمیت قائل نیستن، به خاطر اینکه خیلی از ماها از اول خرداد اعتراض کردیم، گفتیم که نمونه سوالا داره پخش میشه، اما هیچ کس به حرفای ما توجه نمیکرد. من نمیدونم چرا آقای عمادی از سازمان سنجش بقیه نمیخوان اینو بپذیرن که سوالاتشون از ساعت 7 صبح دست بچه‌ها بوده. ما بعد از اینکه امتحانات نهاییمون تموم شد 2 هفته پیش، دوشنبه رفتیم اعتراض و رفتیم یه جلسه داشتیم ما دانش آموزا به همراه مادرای دوستامون با آقای عمادی رئیس سازمان سنجش آموزش پرورش کشور. آقای عمادی اولاش هی تکذیب میکرد و اینا، روز قبلش هم یک شنبه 2 هفته پیش رئیس پلیس فتح تکذیبیه میده برای این قضیه که سوالای امتحان نهایی لو نرفته. و ما بعد از اینکه دیدیم رسیدگی نمیشه به کارمون و اینا، رفتیم سراغ نشریه ها و با روزنامه شرق صحبت کردیم و روزنامه همطور خبرگزاری خبر آنلاین. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دارن پیگیری میکنن و ما کلا دانش آموزا کف خواستمون و کمترین خواستمون اینه که این تاثیر مثبت برداشته بشه. اگر این دروس جزء دروسی هستند که تأثیر مثبت دارند در ارزشیابی کنکور بچه‌ها، جا داره به این که این امتحان‌ها اعاده بشه و دوباره برگزار بشه.